وزارت کارهای داخله از بازداشت دو ساکن نویه ورزاب خبر داد که بارای فریب 40 ماشین اکثرا گرانبها را برای فروش گرفته پول این ماشینا را تا حال ندادند. به حساب تفتیشات پول این 40 ماشین در مجموع بیش از 16 میلیون 300 هزار سامانه یا قریب 1.5 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخله، در نتیجه گذرانیدن چهاربینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مردان 30 و 27 ساله ساکن نویه ورزاب با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شدند. خود دستگیر شده های و نزدیکانشان برای شرح مستقیم قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به گفته تفتیشات گمان بر شوندگان ماه ایون سال 2023 در کوچه اوفیز شیروزی شهر دوشنبه بارای فریب به باوری مرد 34 ساله ساکن نویه دنقره در آمده از او 32 عدد автомашین های گوناگون تمغه را به مبلغ 13 میلیون 787 هزار سامانی نرخ گذاری کرده گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیدند. در اطلاع وزارت کارهای داخله گفته می شود که این چنین گمان بر شوندگان ماه اکتبر سال 2023 باز در همین کوچه اوفیس شیروزی شهر دوشنبه بارای فریب به باوری مرد 36 ساله ساکن نویه ورزاب در آمده از او 7 عدد автомашین های گوناگون تمغه را به مبلغ 1 میلیون 679 هزار سامانی نرخ گذاری کرده گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیدند. همین طریق گمان بر شوندگان ماه اکتبر سال 2023 باز هم در همان کوچه اوفیس شیروزی شهر دوشنبه بارای فریب به باوری مرد 40 ساله ساکن پایتخت در آمده از او یک عدد автомашین تمغه مرسدس GLS 450 را به مبلغ 850 هزار سامانی نرخ گذاری کرده گرفته مبلغ او را هم تا حال برنگردانیدند. تفصیلات دیگر قضیه دسترس نیست. وزارت کارهای داخله گفت که باید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد. قلابی بعد دزدی دومین نوع اعظم رایج جنایت در تاجیکستان به شمار می رود. هر سال در مجموع نزدیک 3000 حالت قلابی ثبت کرده می شوند و عملا قریب هر جنایت هشتم در تاجیکستان صادر شده این قلابی می باشد. بنا به امور وزارت کارهای داخله سال 2023 در جمهوری 2762 حالت قلابی و سال 2022 باشد 2882 قلابی ثبت شده بود.